كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. اگر روز دختردار شدی به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. اگر روز دختردار شدی برایش از حجاب و زیبایی‌هایش بگو. اگر روز دختردار شدی بگو دخترکم زندگی خود را با حیا و عفت آراسته کن. اگر روز دختردار شدی از پاکی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش بگو تا آنها را در حیات الگو برای خود سازد. روز اگر دختردار شدی بگو جانم روز انشاءالله تو ملکه شوهرت خواهی شد، پس قلبت را از عشقهای پوچ و حرام پر مکن، صبور باش و پاک بمان، چرا که الله خود می فرماید زنان ناپاک سزاوار مردان ناپاکند و مردان ناپاک سزاوار زنان ناپاکند و زنان پاکیزه سزاوار مردان پاکند و مردان پاک سزاوار زنان پاکیزه اند. روز اگر دختردار شدی بگو هیچ لذت از لذت ایمان بالاتر نیست، پس تو بنده با ایمان الله باش. دخترم ایمانت را، حیات را، حجابت را، زیبایی‌هایت را، پدر و مادرت را، شخصیت محکم و مستقلت را خرج هیچ لذتی کوتاه و بیهوده مکن، زیرا که این لذت‌ها فانی می باشند و لذت ایمان لذت باقی است و این لذت را به لذت این دنیای دو روزه عوض مکن، پس در فکر آخرتت باش. بله برادران و خواهران عزیزم، تربیه دختران یکی از وظیفه مهمترین پدر و مادران می باشد و باید در خردی به این خیلی اهمیت بدهیم تا وقتی که به بلاغت می رسند به کارهای بیهوده و به کارهای نامشروع دست نزنند. پس در تربیه فرزندان خود به اهمیتی نکنید. بسیار پدران را می دانیم که در خردی دخترانشان را تربیه نکردند و وقتی که آنها کلان شدند به کارهای فحش و به کارهای نامشروع دست زدند و خود را هم شرمنده کردند و هم پدر و مادر هم عائله هم خویش و تبار را همه را شرمنده کردند. پس از خدا پناه میبریم از چنین نسل. خداوندا همه ما را به راه راست هدایت بفرما. خداوندا دختران مسلمان را از بلای این زمان که فحش و فساد است نگاه بدار. خداوندا ایمان کامل به هر یک دختران ما و پسران ما نصیب بگردان و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.